سلام بچه ها، اومدیم به یه ویدیو دیگه. راستش میخواستم یه دونه ویدیوی وان بلاک بزنم، نصفه رفت و یه مشکلی برام پیش اومد. ای وای دستم خود رفت توی مپ. یه مشکلی برام پیش اومد با اینا. آقا ما قراره بریم با رفیقمون سری وان بلاک شروع کنیم. اون وان بلاک رو تا کی ادامه میدیم؟ میشه گفت یه هفته، چون من برمیگردم به شهرمون و توی گیج فعلا مهمون بودم. آره دیگه، من ویدیو استاپ میکنم تا مپ واس شو از مپ بیام بیرون. جهنمی بچه، اونم داره سلام میکنه به غیر از من. آره اون هنوز سلام نکرده. بچه همونطوری که گفتم اگر به 2 لایک برسه میریم وان بلاک. 2 لایک نرسین اما 4 کامنت. آره به منم اگر برای منم 2 لایک بخوره منم میریم ادامه سری وان بلاک و میریم فری فایر. مسخره. داداش یه لحظه بیا بیرون، من نمیتونم به تو بخاطر این که اول داخل بازی بودی. بچه بذارین من یه ذره ویدیو رو استاپ کنم تا درست میشه. آره یه خورده صبر کنید. خب بچه مپ رفیقم اومد بالا، بذارید رفیقم کامل بره، من میرم با اون ادامه شروع میکنم چون از اول نمیشه بیاریم. حالا بچه ها منم ویدیومو درست کردم، حالا بریم سراغ بازی. دانلودن چون دوستم بیا. من دارم مپ رو دانلود میکنم بر خودم. خب بچه ها بریم سراغ ادامه بازی. نه وسایلی که برای دوستم تهیه کردم شمشیر دستش در نکن. آهنی؟ چی میگم سنگی. آهنی از کجا بیرون بچه منم یه پلنگ سنگی دارم. شمشیر آهنی میزنه همون الکسش. لودینگ ریسورسه. آره منم کلی وسایل دیگه گرفتم که فعلا باترفلای خدافظ. این نمیشه یه دونه نمیشه زد. ای خاک سر. چرا میخوای بزنی؟ حال میده. من میرم مپ بزرگ کنم. مپ دستش در نکنه وسایل سوزه. چون موقع من این زمین رو یه خورده بزرگ کنم. با که داری به من نگفتی؟ حالا بچه ها بریم سراغ بازی. این بازی تا 10 دقیقه ادامه داره. دیگه دوست دارم فرصت بدم. حالا بچه ها بذارید یه چیزی بهت بگم. اون بلوکی که الان میکنی و دوباره میاد اینه. خب بذار یه لحظه نکن. باشه. نه میخوام برم پایین کاری انجام بدم. لطفاً نزن. هیچ کاری نکن ها. حالا پایینش یه دونه بلوک. حالا بکن. ببین این پایینش یه بلاکه که اگر بلاک خواستی داد پرت نشه پایین. میبینی؟ آره بلوک پایین رو کندی. بچه ها وقتی به آهن رسیدیم من شمشیر رو برمی‌دارم. نه دیگه آهن رسیدیم باید کلنگ آهنی درست کنیم. کلنگ آهنی و سپر آهنی چون اگه کم جلوتر بریم رفتیم لول بعد. حواست باشه اینجا دیگه زامبی مامبی اسپان میشه. بچه مواظب باشید. اول آهن میاد بعد میریم ادامه بازی. یه لحظه نکن. میخوام زیر این ور خارج کنم. حواست باشه. میخوام این مزرعه درست کنم برای غذا. باش. تو کارتو انجام بده. حالا برو بکن. نزنش. من بزنمش. من بلدم. اسم این نزنش. نگه می‌داریم مزرعه پرورشش بدیم. نه بابا داریم اون مزرعه اینجا داره میزنه. این مزرعه نه کار داریم. بگی بیا. اسم اینو می‌ذاریم همه قلقلو بیا با 2 ضربه بکشیم. یه دونه گوشت خوب.
مزه است. دیگه میریم سراغ بقیه آه. چوب نداریم، بحران چوبه. چوب دارم من. نه منم دارم. اینا. منم دارم. تو چه سیده میذاره؟ 64 تا دارم با 13. با من میخوام نصفش کنم، یه دونه نیاز دارم. دونه اینجا باقی اونور. مواظب باش. چوب. بالاخره چوب که کندی بیا بذار تو چست. باش. اصلا این همه چوب دارم بخورم دیگه. آره یاد دیگه زامبی اومد کشت دو همه چوب حروم رفت. آره منم کلنگ به درد نمیخوره. شمشیرمو که نگه میدارم با کلنگم او تبرم. باید چقدر ماین کنیم تا بریم لول بعد. من زمین رو بزرگ کنم. اسم اینو میذاریم خروس. بچه ها اسم اینو اسم بدجن میکشمه. نزن 300 بلوک نمیشه لول بعدی. بله بیا. خب بریم سراغ تخم بزنم روی اینو نپر یا همه چی گذاشتم. این کدوه رو بگیر چیزایی به درد بخور دار. اینا رو بزنیم که زامبی اسپاون نشه. چی نه او بذر نیاز دارم. بکنش کل صندوقو بکن. کل صندوقو بکن. نه اینطوری جمع کنم صندوق آخه صندوق نیاز دارم. صندوق رو بکن بذار یه جا. بذار بالای صندوق باز میشه. اگر بذاری بالای صندوق بالای صندوق باز میشه. مزرعه بزنم. مزرعه بزن. خب من اینو درست کنم. نه اینطوری خوبه. نگاه کن. میگم لول اپ نمیشیم مثلا بریم مرحله بعدی. این گوسفندمو پرورش بدیم. تا گفتی گوسفند رو پرورش بدیم میشه نکشی به چوب. رفت پایین. نه اونو که نه. اشتباه. اینو بکن. بچه ها تایم ویدیو زیاد میکنن یه ذره برای اینکه من رفیقم یه ذره چوب جمع کنیم و یک چوبایی هم ممکنه برای خونه میسازیم برای اینکه حوصلتون سر نره. برای تایم ویدیو زیاد میکنن. بلند بکن. اونو بده من. بیا. برداشتم. خب بریم سراغ ادامهش. تو بکن تو بکن. الان ویدیو تو سریعه صدا تو نمیشم. بچه حالا صدا خوبیه. ویدیو رو سریعه ولی وقتی باشه صدا تو نمیکنم. بابا بگیر نداره اینا. چی میگم؟ مزرعه. وای. این گاوه رفته توی بچه ها چستو یه ذره خوب نگاه کنید. چرا اینطوریه؟ خیلی گاوی. چرا اینطوریه؟ نگاه کن. نگاه کن کنده نمیشه. شما میکنی بازه نکن. بچه ها توی چیز 64 تا چوب چی کار میکرد؟ بهم نگفته بودی؟ جمع کرده بودم. بچه ها اگر به نظرشون من تقلب کردم البته تقلب نکردم چون تو ویدیو قبلیم شما دیدین و شاهد و مدرک دارین. یک خونه باید بسازیم میدونی؟ یک خونه باید بسازیم ها. یه دو تا گوسفند داریم یه گاو و یه خوک. او دو تا گوسفند بذار من میخوام برای همین میخوام یه خونه درست کنم یه جاش طبیله باشه یه جاش خونه. خونه مال من طبیله و این حیوانا برای تو. برو. یکی کردم. خب بریم سراغ. بچه ها
بچه هایی که محمود رو میشناسین توی آپارات تاکتیکال کرد. لطفا من رو دنبال کنید. اگر یوتیوب دارین تو یوتیوب بنویسید محمد یونس تا اسم منو بیاره و لطفا منو دنبال کنید. گوسفنده چرا میاد هر وقت من آدم هم نمیتونم. ما به حمایت شما خیلی نیازمندیم. میگم اون نه؟ چوبه رو بکن بیا بهم بده. شنیدی؟ آره الان میگم. اینجا یه در گاراژ مانند دارن میسازن برای حیوونا. خب بیا اینو بردار، اینم بردار. دیدیشون؟ نه اون بالا. خب حالا اشکال نداره. میگم حیوونا رو بیار این ور. حالا میارم. یه حداقل یک این به درد میخوره؟ یه چیزی دوست اینه. جونم این به درد میخوره؟ کدوم؟ آره اینا به درد. این حالت کوچه. اینو میگم. آرمادیلو بچه آرمادیلو دار. این آره میشه باش سپر سگ ساخت. به درد میخوره. به درد سگا میخوره به درد سگا. سب کنیم من این گوسفندا رو خر کنم. چی خرید کنم با بیا. گندمای من. اون گندما رو بکن خرشون کن بیارشون داخل. اینا اما اون گندما رو برای نون نیاز داریم ها. حواست باشه. بهشون که نمیدم. به این دو گوسفند میدم که بچه داشتن. نه فقط بیارشون داخل. فعلا بحران غذای دیگه. دست در نکنه حرفمو گوش دادی. حواست باشه بیرون نیان. بیارشون داخل من 2 تا در براشون بذارم. یعنی چی غذا میخواد؟ غذا دارم برای همه. گاوه رو با خود نمیتونی بیاری. اون گاوه بیا این خوکه هویج میخواد. خوکه رو نیاز نداریم. بذار خوکه رو بکشیم. بقیه‌شون رو نیاز داریم. بفرمایید. خب ببین اینم مگه نکن اینو ببر داخل. در میشه ببندی یا در بذاری براشون؟ نه میخوام میدونی چه نوع دری میخوام بذارم؟ چی؟ از این در استبلی. مگه من تبدیله حیوانام؟ هوی اینا نام همونجا بمون. این در گاراژی میخوام بذارم. گوسفند الان دارم چی کار میکنه. بد میشه. هی گوسفند جونو بیاین اینجا بچه میخوام. بیا استبل بیا مادر در واکن. راه اون خونه هم درست کردیم. حالا خونه ما کجا میشه؟ لول جدید. نه لول جدید نیست. گلار چیکار کنیم؟ اینو گلار رو برچی خب خودت بکن من نمیخوام. بذار دارم خونه میسازم. الله خونه الله بچه ها من این ویدیوی فوتوکوپی دیگه گرفتم از این مال وان بلاک مال همکارم. سر کار ازش ویدیو میگیرم و تو یوتیوب میذارم. لطفا چنل ما رو صاف و حمایت کنید. حالش هم سابسکرایب و مهربون دوستتون داریم. عشق منید افتادم. فاتحه سلامات. چقدر برای زحمت کشیدم. منم برای اون زحمت کشیدم. حالا به درد می‌خورم.
رفتیم لول بعد بچه رفتیم لول بعد. بچه آسون باشه شمشیرها رو برداریم. شمشیر آی من داره شمشیر آپگرید چوبی این. دارم. من شمشیر چوبی دارم. ببین آپگرید الان یه لحظه نکن اون نمیشه کن. میدونم چون این چون این سخت ترین سنگ ماینکرافت. ببین آپگرید که شد امکان داره چند تا حیوان زومبی اینا بیاد. حواست باشه تو یه ذره ازش فاصله بگیر. یادت اومد تو دلت. شد آندرگراوند. زغال. اوه وسیله ماین. اینجا کلنگ نداریم؟ بذار من یه در درست کنم بهت چوب میدم. در برای خونه. بکن اینم بکن. اون سنگ نیست. بکن ویدیو چند دقیقه است؟ 17 دقیقه. کلنگو بده من. خودتونو میزنی بازی کن. شاهان اینجا ولی من شاهان. بچه من چه کار کنم زیاد از ماینکرافت که سردر میارم. البته در نظر میرفتی پایین کلی هم سنگ داشتم. میافتاده پایین. اویجه طلا به درد میخوره. ها؟ اویجه طلا. آره جونتو پر میکنه. این آدم بکن. چه کاری میری شرجه میزنی تو دلی؟ عنکبوت کشتمش نمیخواد بزنی. یک پیش من بود. پیشی برای تو اومد. گندما رو بکن دوباره بکاره. این بذرایی که گیر آوردی دوباره بکار. یه دونه من 3 تا. این چه سنگیه؟ اینو باید بکن. اوه احمق خانه. من برای سنگ دارم. نه چند تا داری سنگ؟ سب کن اول سنگا رو بکنم. نه چند تا داری؟ اینو بهت سنگ نمیده. پس اینو من سنگ ندارم. این تقصیر توه. الان چیکار کنی؟ تو نداری؟ آهن رفت پایین. سب کن نکن نمیده. مشکلی نیست. یه روز دیگه میده. مواظب باش. من شمشیر در میارم. شمشیر در بیار. بیا. میتونم الان کلنگ بسازم. برای به من بده کلنگا رو. چی به تو بدم؟ تو دوباره میری حیفشون میکنی. درد میخوره؟ برای مزرعه ما مزرعه داریم. مزرعه دادیم. مواظب باش. کشتم. چه میکنه این بازیکن؟ منم یه دونه کشتم. فقط تو نبودی. لولاش برای منه. داداش منم کشتم ها. ما چه کچکیم. نکن. برو اونجا. اینو برای منم می‌کندیم. لطفاً درست کن. برای منم درست. من فعلا بابا من یکیمون داشته باشه بهتره. حالا برای منم درست کن. مگه چیه؟ بیا یکی بده. بیا انداختم پایین. برشون دار. آهنر من میکنم ها. تو سپر درست کن برای مواقع ضروری. نه باز این چیه دیگه چه اینقدر گنده است. زنبی خودش گنده تر نبود. نبود. این سنگه؟ باید با این کند. من
فقط برای بعضیا از چش استفاده میکنم. من چون توی شمشیر تونتون میزنم به این اگر زامبی اومد وقت قرار داشته باشه. آخه من شمشیرمو گذاشتم که میدونی با اینکه مرحله زیر زمینی، میدونی چرا اینا رو میده؟ تو زیر زمین یه چیزی هست به نام ماینشافت که داخلش از این هست. اون بعض رو کار لطفا. اوه پروی ها نزنش، نذار بره پایین، یه ذره بکشونش نزدیکتر. آقای آجونم کم بود. بکشوندیش نزدیکتر. همین رفته توی طبیله. فعلا چیزی نکن. تو میگم سپر درست کن. نیاز نداریم. فوقش یه اسکلتون ما رو میکش. من میرم وسایلمونه که بر نمیداره. حواست باشه. من جونم کمه. بذار یه چیزی بخورم. آیرون. میگم بیا خود چی کار کن. شمشیر سنگی درست کن. بیا 9 تا سنگ دارم. نخور اونو. باشه. در مواقع ضروری. خب این غذا رو اینو بخور. اون 4 تا پر میکنم. منم شمشیر دارم. این نظیر درست کنم. خوک زیر زمین چی کار میکنه نمیدونه. من اینو از اینو درست کردم باتان. اینا اوه دست در نکنه. نیاز داشتیم. چی داد؟ هیچی میکشمت. هیچی اول ما این هیچی من زره اینجا رو برداشتم. مشکل نیست. من زره آیرون دارم. هیچی بکن. من چیز درستابی ندارم. من حداقل یه خورما رو دارم. هیچی نداشته. تو سفر داری. اون یه ذره کمک میکنه. از آهن که بهتره. بچه ها دیگه چی شوخی کردم بابا. حواست باشه همینطور بزن. من روی میزنم تا اگر چیزی اومد نکنی. لحظه اینطوری میکنی من نمیتونم بکنم. الان خوبه؟ آره الان میشه. نه اون خوکه. خوک خودی که کار خودم من لیول 3 آهن بیا بکنم. چندی؟ 3 تا آهن داریم. میتونیم نه این زامبی بازم بکشه. وسایلام بهم میدی لطفا. برشون دارم. مهمه فقط وسایلات. همه رو وردار برای خودت بذار تو چست. فقط بیا وسایلات رو بردارم. 3 تا آیرون رو میذاریم تو چست. 2 تا استخون رو الان من نیاز دارم. 23 تا زغال رو نیاز دارم. دیگه چوب نیاز داریم. 3 تا سنگ. 2 تا اینا. 2 تا از اینه که میشه نون ساخت. من دیگه همه چیزم خوبه. 10 تا خوک. 20 تا خوک. آزه باش من دارم میکنم. نکن. آهن رو بکنم. این کشید به مزرعه. نمیدونم آهنم بذارم. فعلا آهن بیش از حد لازم داریم. ناره اگه سگ رو برد من سگ رو برای خودم برمیدارم. استخون ها رو باید برای مزرعه پرورش بدیم. اینو یادت باشه. تورچ دارم. بذار یه ذره تورچ بذارم روشن بشه. یه دونه این ذره. آبو چی کار کردی؟ آب خالیه. آبو بر مزرعه گذاشتم دیگه. این آب الان بی نهایته؟ نه نمیشه باش بی نهایت.
مگه اینکه دو سه تای دیگه باشه. من اینکه دو سه تا دیگه تو بکن. بکن. من شمشیر دارم. بابا من میمیرم. بخورشون تو. بکن آیرون رو بکن. یه 5 دقیقه دیگه ویدیو تموم. نمیری بجن میدونشون رو بردم من پایین. یکی کشتم. کشتم. وسایل مهم داشتم خیلی مهم بود اما بعدشون رفت پایین. خب چیه موند از وسایل من؟ اینا چیز خاصی نمونده. خوب مهمه موندن. یه ذره آتاشغال داشتم رفتم پایین. مهمه موندن. نه اینا آتاشغال. یه بالا این داشتم. خودت نوتر دیگه. همین رو بده دیگه. نه آتاشغال رو به من نده. بنداز پایین. خب من دید داخل کردم. این رد و برق بزنه بخونم. آرمادیلو چیه دشویش؟ نه آرمادیلو چیه؟ یه اسم یه حیوانه. بکن که من کشتمش. همون من غذا تیری زد به یه دونه هدشات زد مرده. من غذا بخورم. چی بخورم؟ سیب زمینی؟ بذار من یه ذره بکنم. اصلا آیرونا رو آب کن. فعلا نکن. بذار با من جونم بشه. من میزنم. این لازم من جونم جور شه بد بزنم. باشه؟ اشکال نه من اینطوری هم میزنم. آیرون داد. بیا آیرونا رو بگیر ببر آب کن. هیچی نبود. آرمار بر تو بقیه بر من. آرمار بر تو بقیه. شلوار بر تو بقیه بر من. جنس 27 دقیقه شد دیگه. بس دیگه. آیرونا رو بذار تو این آب شه. دارم میزنم. سب آیرونا رو بردارم کامل. بذار حال که داریم ماشالله. نماده غذام گرم کنم. بکن نکن یا من فعلا جون میزنم. یه آیرون دیگه به چوب دیگه فعلا مانچه هستم دیگه میده. الان از زیرزمین خارج شد. من دارم منم یه دونه زدم ها. اونی که ببین اینجا بودی یکی داشت از جلو میومد زدمش پرت شد پایین. منم اونی تو زدم. نه آخه من اگر اونو نمیزنم تو میمردی. من اگر اونی تو نمیزدم تو میمردی. نه بابا من اینجا اونم بچه ها شایدم نشون. وسایل مهمو که از دست میدادی. نه بابا نمیرفتم توی وید که وسایلم بره. من شمشیر میزنم. شمشیر همینطور بزن. نکن باش اینطوری تو نیا کن. این راسته وایسا اس آیرون داد. به من نگاه. خب دوستان عزیز امیدواریم از این ویدیو خوشتون باشه. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. سابسکرایب فراموش نشه. ما دیگه بریم. خداحافظ.